آقوجی پشمام شمشیر به دیواره. اگه تو هم دوست داری اینو یاد بگیری و سریع تا آخر ویدیو همراه من باش. بچه ساب کنید لطفا، ممنون میشم. این ویدیو به بقیه ویدیوها تو چنل سر بزنید. یه ویدیو هست از کالاف وانکراف، همه اینا آموزش اینا دارم. دوست دارید بلاک آب کنید، بلاک آب درست کنید، هر چیزی باشه من یاد بگیرم به شما میگم. ببینید الان من براتون شمشیر درست کنم. اول شما به محوطه نیاز دارید حداقل 5 بلاک برو هوا. خب یه دونه بلاک میزنید، یه دونه روش دقت کنید که این پایینش میذاری برای که خودتون گذاشتید بخواید الهی اما این انراد خربند. اگه تو سرور اینجوری راحت میرید بالا، میذارید اینجا، اینو میذارید اینجا. تمام بچه ببینید یه شمشیر خوشگلی هم بکنید کاری. ببینید چه خوشگل شد بچه. خیلی ویدیو میذارم از دست ندید. از خداحافظ.